بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، به خداوند انشاءالله شکری بیعدد. امروز روز انشاءالله خدا خواهد مبارک جمعه. الحمدلله، الله سبحانه و تعالی انشاءالله در این روز مبارک تنی صحت داد، خاطر جمع. الحمدلله به شما عزیزان هم صحبت شدن خداوند حق سبحانه و تعالی مناسب دید. در این هفته انشاءالله چی عزیزانه، چی با سهو و چی به خطاها انشاءالله عبادت کردیم. امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی همین یعنی عبادت های ما را به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند و آنچه آرزوها انشاءالله خدا خواهد و مقصدهایی که داریم الله سبحانه و تعالی به فضل و کرمش الها برآورده خیر بگرداند. و انشاءالله خدا خواهد چی مقصد چی آرزوها داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی، که امروز روز اجابت دعا است. الحمدلله امید میکنیم که هر یک دقیقش، هر یک انشاءالله سیکونتش خدا خواهد یعنی مقبول اجابت دعا هست. الله سبحانه و تعالی البته انشاءالله با مقصدهای حاصل شده از این خانه خودش برآمدن الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگرداند. آمین و رب العالمین. سوال دادن انشاءالله خدا خواهد در این سعید ما درباره انشاءالله تیمم، که یکی از انشاءالله مسئله مهمی روز است، چون که اکثر آدم ها البته تیمم کردن شه کدام حالت، کدام انشاءالله وقت، کدام وقت واجب می شود تیمم کردن انشاءالله و کدام دلیل انشاءالله یعنی سوال جواب میکنن. انشاءالله موضوع بسیار مهم است. انشاءالله در این باره خدا خواهد انشاءالله در این به شما از روی انشاءالله حدیث، از روی آیات و از روی خدا خواهد اجماع امت در کتاب انشاءالله خدا خواهد کفایه شرح الواقع وقایه، الحمدلله یک علاهیده کتاب است انشاءالله خدا خواهد کتاب طهارت. در این کتاب طهارت یک چند مسئله مهمه در بر میگیرد و یکی این انشاءالله چی است؟ تیمم است. انشاءالله خدا خواهد تیمم انشاءالله خدا خواهد از در لغت قصد کردن میگه به سوی چیزه، یعنی لغت انشاءالله تیمم قصد کردن به سوی چیزه، یعنی به سوی چی؟ به سوی خاک ما قصد میکنیم. الحمدلله الله سبحانه و تعالی خاک برای امت محمد صلی الله علیه و سلم چی یعنی پاک گردوند. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگه الله سبحانه و تعالی 5 چیز برای من داد و کسی پیش از من نداده بود. یعنی مقصد دیگر پیغمبران انشاءالله امتاشونده این انشاءالله یا که پیغمبر شونده این عملی که 5 چیزی که رسولان دادن و یا ندادن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یکم انشاءالله یعنی بیم و ترس به سوی کافران نسبت من داد. وقتی که من میدیدن کافر رو بسرنجون میشیدن، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هیبت شجاعت الله سبحانه و تعالی پیدا کرده. الحمدلله خدا خواهد. دویم گفت یعنی روی زمین برای من مسجد کرده داد. عزیزان من، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی زمین مسجد است. میگن محمد رحمت للعالمین شد، یعنی تمامی روی زمین مسجد او شد. پیغمبر علیه السلام انشاءالله خدا رحمت کننده برای ما شما آفرید فرسوند و روی زمین انشاءالله خدا خواهد چیکارش کرد؟ برای پیغمبر اسلام مسجد کرد. من اگر شما با خریستیان ها اگر انشاءالله مقایسه کنید، مخصوص در کلیساشو رفته چیکار میکنن؟ عبادت میکنن. الحمدلله ما و شما خدا خواهد انشاءالله قدر امکان حرکت میکنیم در مسجد نماز عبادت ادا کنیم. مادامی که نمیتونیم چی؟ انشاءالله خدا خواهد در خانه هم در کدام گوشه کناری دنیا باشیم هم انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ برای ما شما زمین انشاءالله خدا خواهد مسجد کرده داد. ببینید و یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد خاک برای امت محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ خداوند آب کرده داد.
یعنی خاک مسئله رول آب بازی میکند. الحمدلله چی در تیمم، چی در طهارت، چی در آوازی، حتی در آوازی هم الحمدلله رولی چی بازی میکند؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی آب بازی میکند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خواهد این چیزا را داد. یکی دیگرش تمام امت نه پیامبر علیه السلام چیکار کرد؟ پیغمبر کرد فرستاد. یعنی رحمت للعالمین، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ما میگه ای محمد خداوند تو را نفرستیم مگرم بر تمام انشاءالله، برای فقط یک عربانه یا برای یک تاجیکانه یا برای یک ازبک و قرقیزانه، بلکه همه روی دنیا نه، چی و انگلیس ای، چی و نیمیس ای، چی فرانسوز ای، الحمدلله چیکار محمد علیه السلام الله سبحانه پیغام کرد فرستاد. الحمدلله بیادر چیکار این شانسایی که ما و شما داد خدا خواهد انشاءالله. ببینید خب حکمش یعنی در شریعت چی؟ در شریعت یعنی معنای تیمم چی است؟ یعنی میساز کردن، رسوندن به دست و رو، یعنی رسوندنی دستاره یعنی چی میگن؟ تیمم میگن انشاءالله خدا خواهد. حکمش واجبه، حکمش تیمم واجبه اگر چی شود؟ ضرورت پیدا شود. من کتاب مختصر چی میگم؟ التیمم یخلف الوضوء والغسل عند العجز من عن الماء. تیمم میشه، میگه جانشین میشه، جانشین وزیر میشه وقتی که چی ما اگر در نزد عاجز از آب بیایم، تیمم دم او بازین دم چی میشه؟ واجب میشه خدا خواهد انشاءالله. من هر چه برای شما خدا خواهد به دلیلو میگم، خدا باره تحلیل میکنیم خدا خواهد. خب لبعده میلان میگد، اگر جایی که ما شما میستیم اگر 2 کیلومتر او دور باشه تیمم واجب میشه. 2 کیلومتر اگر دور باشه، مثلا امام اعظم رحمت الله علیه اگر 2 کیلومتر یعنی راه باشه او دور باشه تیمم واجب میشه. یک شرطش. اولی مرضین میگه یا که اذیت کسلی، ما شما جهت کسلی شیخ محمد صادق محمد یوسف یکی عالمان بزرگترین خدا خواهد انشاءالله هموطن ما و شما انشاءالله خدا خواهد میگن که اگر همون دیاگنوزش مونه که یک طبیبی انشاءالله خداجو باشه. مثال گیم که اگر تو گوه که مثال اگر تو طهارت کنی یا که بدن تو اول رسونی اگر کسلی زیاد مشتگی باشه تیمم کرده میخونه. اولی مرضین اذیت کسلی. یا گویم که زنی شما را خدا خواهد این کسلی پیدا شد که گویم که طبیبی گویم که دانشمند گفت که میگفت تا گویم که مدت 1 سال و یا که 5 ماه و 6 ماه حتی که حدیث است تا 10 سال اگر میگد بیماری ادامه کند، بلکه تا مردن اگر ادامه کنه او کتی نیم تیمم کتی مسئله ما اجرا کردن نگیره. از جهت کسلی شریعت الحمدلله آسون چیزه، ما پراسته خدا نفهمیم. اگر کسل شدی آوازی که انشاءالله خدا خواهد کردن نتونستی آز ضرر کرد تیمم کتی آواز اجرا کرد میگیری. بعضن جاگه خوابی میکنی الحمدلله هر تن باشه هر تن تیمم میکنی. الایده برای چی؟ قدر امکان اگر انسان جای مشفتگی باشه میشویشو انشاءالله خدا خواهد و چیکار میکنی؟ یک تا انشاءالله خدا خواهد تیمم میکنی برای آوازی پاک گشتن میگیری بی خجالت به هیچی. این حکم شریعت است عزیزان من. ببینید دیم چی میگه؟ خب او بردین یا که میگه خنک باشه. یعنی که شما اکثر من جوانای ما در شهرهای روس هستن این مسئله بسیار اعتباطی هست. خدا خواهد انشاءالله اگر کانال ما اعضا باشن از جهت او بسیار خنک باشه و با سلامتی شما ضرر میکنه باشه تیمم میکنه بی خجالت. چوه چیه گفتگی سوال خدا گنده میبینه. پیغمبر اسلام میگه کسی که برای چی چوه چیه گفتگی مسئله سوال جواب میگه الله گنده میبینه. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه کرد
علما توصیه کردن انشاءالله، قرآن توصیه کرد، من از قرآن شما رو با دلیل میارم. این تعمیم خیلی برای شما فرسیدنش. ببین از جهتی که خنک اوه که چیزی گرم کنن نداره، خنکه بسیار، یا برف سخت خنکه، تعمیم که نمازی پیشین ده، تعمیم که نمازی بامداد نه، تعمیم که انشاءالله نمازی عصر نه شام ده. وقتی که با اومدی که ای گرم یافتی و طهارت میکنی. یکی بسیار میگن ما در جای کار یکی نشان میگه بسیار خنکه دومنا، از بعضی میگه پاتینکا هم نکشته میشه، پاتینکا کتی خوندن گیره، هیچ جای ضرر نداره انشاءالله. پاتینکا باری تو باشه که تازه است، پاتینکا تو انشاءالله، اوکی هم برف نشکش، تازهش کنه انشاءالله خدا خواهد. چون وقتی که لیبا اگر پاتینکا و چیزا نجاست میشود، در این حکم شرعی مذهب امام اعظم در خاک شکیدن که حکم پاک میگیره. عزیزان من شریعت عادی چیز است خدا خواهد انشاءالله. بینین اذیت خونکی چی میشه؟ تعمیم کردن واجب انشاءالله خواهد. او عدوین میگه، یا که اذیت دشمن، یعنی یک قدق نهایو شما رفته و او اگر میگیرم گوه انداختن تو شو ممکن نه همین حالت نه. وقتی نماز شید تعمیم میکنه، نماز خوندن میگیره انشاءالله خدا خواهد. اذیت دشمنی هم ممکن است خدا خواهد انشاءالله. او آتشین، یا که میگه اذیت تشنگی، او داره سفر درازه، اگر او تعمیم کنه گیم که طهارت کنه اگر تشنه میمونه. اذیت تشنه موندن یعنی هلاک شدن ممکن دیه. از همین جهت ها خدا خواهد انشاءالله تعمیم میکنه انشاءالله خدا خواهد. ببینین اسلام عادی چیزه، همیشه الله سبحانه و تعالی مهربانه، لیکن افسوس ما خودمون ظالم هستیم. خود از خود فتوا میبروریم، خود از خود حکما میبروریم. نه، همه حکما، همه فتوا کتاب نیستش دیگه است. مختصر خونین، شرح لقا خونین، هدایه خونین، نهایه خونین، الحمدلله صلات مسعودی خونین، جامع و رموز خونین، فتوای آن خونین، همه این مسئله که شده دادش دیگه است. آش تیاره، فقط خوردن در کار. لیکن وقتی خوندن نیست بخونی، اگر شما تلفون کی نگاه میکنه، اگر شما کتاب بخونه، فوتبال کی ببینه، این سریال کی میبینه، توی کی 3 روز 4 روز توی نکخوا میره. این زمستون دراز ها این مسلمان ها بخناکترین وقت و دقیقی خوندن این گفتن همین زمستان است. باور که 10-11 ساعت شب دراز است، 10-11 ساعت، خیلی 1 ساعت 2 ساعت شب کتابان میکنه. الحمدلله خیلی کتاب در کتابخانه هست الحمدلله. نبینید سوخی برین خدا خیر ریان خیلی کتاب است، شهرها برین الحمدلله خیلی کتاب وجود دارد. کدام مسئله که درمانی الله ده عالم الحمدلله شرحها داده که براردگی کتاب بیادت کنه. شیخ کتاباش خونین انشاءالله خدا خواهد. شیخ بسیار خدمت کردن، الله جوشن جنت کنه. شیخ بسیار میراث برای خودش کتاب مونده برفتن که تا که ما فایده بریم. ما احمقا، ما به علم، با اینکه انشاءالله خدا خواهد برای فایده بردن و زبانی کریلی تمام کتاباش نیست رفتن. خدا علم جوشن جنت کنه. قصرهای پادشاهانشین تیه شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جایه باشن. الحمدلله عزیزان من خونین کتابا را. اذیت میگه چی؟ تشنگی او عدم آلتین، یا که میگه آب های قدوق نه، یگان چیزی میگفتگی نیست، فقیر نیست و فرماده گفته نمیشه، یا که دریای چقدر فرماده نمیشه. وقتی که نماشید تامین کنید انشاءالله خدا خواهد. او عدم آلتین او خوفی فوتین ما یفوت، یا که نمازهایی که خوفی فوتیدن دارد. این چین میدرسنه لا اله خلفین، اینا نمیگه خلیفه نیست، میگه جانشین نداره. این چی هست؟ این بدست که صلات العیدی ابتداء او بناء و الجنازه لغیر ولی. این میگه در نمازهای میگه چی؟ عید. نماز عید 1 بار خونده میشه، دیم قضا نداره، این خلیفه نداره، جانشین نداره. ما شما نماز اگر جمعه نتونیم به یک سبب با عذراکتی پیشینه میخونیم
داریم از جانشین داره. لیکن نماز انشاءالله عید نداره. اومده که تارت نداره، ابتدای نمازی وای سرشی دستاده نماز خدا خد انشاءالله عید در رو تعمیم میکنه. از من نشان میتونم تعزیه تعمیم کردن. تعمیم میکنه و در رو به نماز میدره. یا که اومده که جنازه زمین نموندگی است، صلات جنازه کشیدن، شما با طهارت میکنیم گیم اسپیت نمیکنیم، چون که جنازه هم خلیفه نداره، یک بار خونش یا هیچ کس حق نداره او جنازه گشته بگونه بغیر ولیش. میگد ولی صاحب مرده اگر طهارت نداشته حق داره جنازه را داره، چون که وی صاحب میت البته به طهارت نشده. بغیر از دیگرها طهارت انشاءالله شرط نیست. اومده که خدا خواهد چشید، اومده که گیم که یک جا دیدم که یک جا جنازه برپا شده ساده، اگر گیم که دور باشد و نودیش و ها کذا، البته طهارت کتی نور بالای نور. نه که اومده که شما جنازه در پیش موندگی امام ترددی تکبیر گفتن دارد، میشینی تپ تپ تیمم میکنی، نیت میکنی خدا خواهد. تیمم در 4 تا فرض داره: نیت، قصد خاک پاک، یک ضربه زدن برای مس کشیدن رو، یک ضربه زدن برای مس کشیدن دو دست. این 4 تا فرض داره تیمم. در واقع نیت میکنی خدا خواهد، تیمم میکنی برای خواندن نماز انشاءالله خدا خواهد جنازه، و قصد خاک پاک میکنی انشاءالله خدا خواهد، و یک ضربه زدن برای رو، یک ضربه. طرز طهارت تیمم هم میکنه از برادرها. یعنی ما شما آستینام هم میبرداریم تا آرنج، آستینام هم میبرداریم، دستمون هم خیلی میکشاییم، از جنسی زمین بودگی چیز کتیم، منم لباس نمیشه، هم لباس نه پاک باشه نگی انشاءالله خدا خواهد، چونکه خاک پاک فرضه، یک تا فرضه چیزی پاک انشاءالله خدا خواهد. همین چیزی پاک باشه انشاءالله خدا خواهد. چیکار میکنین؟ انشاءالله خدا خواهد نیت کرده زدن میگیرین. و هو ضربتان میگه و دو ضربه دارد، دو زدن دارد. ضربتون لمسح وجهه و ضربتون لمسح یدیه. یک ضربه میزنی میگه برای مس کشیدن رو، یک ضربه برای مس کشیدن دو دست. من خیلی دست پنجه را کشیدن سنته برادران تو میکشید، یک تم خیلی میزنین زمین ده، یک بار میبرداریمش تا که چنگ بشینه. خیلی میزنین یک میستین، الان خیلی کم رومونم میکشیمش تازه. من هم مثال فرض بود رو ایده میدنیم بوی پیشانی تا نرمه گوش، این نرمه گوش تا این نرمه گوش زیری منه. انا میگه همین خیلی دایره شفتنش فرض بود، می همین دم خیلی مسش میکشیم. نه اوجه رو پاک شید. با یک بار دیگه یک ضربه میزنیم، با یک میستیم، بعد انی خیلی کله انی چیلیکامو جدا میسته. ما شما اینو که این چیلیکای من 3 تاش سر میکنیم، من خیلی مونده میاریمش، نیمی کف کتی کنی آرین میاریمش، این خیلی تاوش میتیم. بعد نه خیلی تاو میخره، این نیمی این کتی این خیلی کله چیکار میکنیم میاریمش، چون که نیمی این نمیگیره، نیمی این کتی دو تا چیلیکای اینو موندهش هم خیلی میگیره. من هم خیلی میمونم، هم نیمی همین کتی راست اینجا میاریم، اینجا هم خیلی تاوش میتیم، هم خیلی بهین. بعد پشتای یعنی دستم مس کشیدنش فرضه برادرها، پشتای دستم مس کشید انشاءالله خدا خواهد. ده همین کتی چی هست؟ تیمم طهارت شد. حتی این تیمم انشاءالله آبازیندم میگذرد، آبازیندم. اگر آبازی واجب شد و شما انشاءالله خدا خواهد انشاءالله وقتی وای نیافتین، اگر انشاءالله خدا خواهد آب نیافتین، چیکار میکنیم؟ همین تیمم میکنیم. در این باره حدیثی امام بخاری از عمر ابن حسین روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که نماز میگه برپا شد، میگه در یک طرف میگه یک مرد میگه ایستادگی بود و نماز همراه نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد نماز برای چی بچه من نماز اقتدا نکردی؟ گفت من جنوب هستم، از بحری غسل کردن گفتن که آب نیافتم، گفتن ای بحری آب بازی کردن آب نیافتم که آب بازی کنم، برای این در نماز پیوست نکردم. رسول الله گفتن که تیمم کن. نه تیمم فرضیتش برادران سوره آل عمران آیت 6 آیت نه الله انشاءالله خدا خواهد بیان کرده.
اگر وقتی که میگه شما میگه آب نمیابه، میگه الله سبحانه و تعالی چیکار کنه؟ شما تیمم کنه ان شاء الله خدا خواهد. از جهت نبودنی آب همین فرض است ان شاء الله خدا خواهد. کسانی که در این بالا ان شاء الله ذکر کردیم کو ان شاء الله خدا خواهد همون گروهان که وقتی که همین حادثه که صادر کشید چیکار میکنیم ان شاء الله خدا خواهد؟ من شما ان شاء الله خدا خواهد یعنی تیمم میکنیم. الحمدلله شریعت اسلام عادی خدا خواهد ان شاء الله چی است؟ عادی چیز است خدا خواهد ان شاء الله. ببینید تیمم چی میکشه که میکشه؟ و ینقضه میگن ناقض الوضو. تیمم میشکستگی چیز شکننده های طهارت است. چیزی که طهارت میشیست باد برای خون بیاید، خاوری نجاست کنی، باول کنی، چیکار میکند؟ ان شاء الله طهارت میشکست. همین تیمم همین چیز میشکند. یا که میگه یکیش و قدرت علی ماء کافا لطهره، یا که قادر باشه برای آب که برای پاکش کفایه میکند. یک آب یافتین ان شاء الله خدا خواهد طهارت کفایه میکنه، همون زمان تیمم تو میرود. چیکار میکنیم؟ همون ان شاء الله خدا خواهد آب کتی ان شاء الله خدا خواهد ان شاء الله چیکار میکنیم؟ تیمم ان شاء الله خدا خواهد برپا میکنیم ان شاء الله. ببینید بعد این ان شاء الله اسلام عادی چیز است، لیکن افسوس با میگم که ما شما نمیفهمیم اسلام چیکار میکنیم؟ فلان نه. عمرو بن عاص میگد وقتی که میگد هوا بسیار خنک بود آب نیافت، حدیث این خدا خواهد ان شاء الله امام بخاری مسلمه نیافت، میگد تیمم کرد و امام شد و نماز با جماعت خوندن. وقتی که این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسوندن که عمرو بن عاص همین کار کرد، رسول گفتن که درست کرده است. چون که در بالا ذکر کردیم که از جهت خنک بودن هوا تیمم چی میشود؟ درست میشود ان شاء الله. تیمم فرسیدنش نه سبب عایشه صدیقه شدگی برادرها. عایشه صدیقه در یک ان شاء الله خدا خواست سفر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جای میشوند، سفر میبراین. در سفر یک باره یعنی مرجونشون گم میکنن. مرجونشون گم کردن بعد یک جای به آب گم میکنن که آب نیست. تردد میکنن نمیابن. صحابه پیش ابوبکر صدیق میاد، میگن که یا ابوبکر من کاری کردی دخترت عایشه، بین کاری که کرد که بعد آب در اینجا وجود دارد، اقل آب هم نیست که چیکار کنیم ما؟ یعنی طهارت کنیم، عبادت کنیم. ابوبکر صدیق پیش عایشه صدیقه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره زانی حضرت مادر عایشه سرشموندگی خواب هستن. خطاب کرد میگه یا عایشه چیکار کردی؟ کاری که کردی که بین امروز آب نیست، صحابه به آب هستند. حضرت عایشه صدیقه چی میگه؟ این میگه کاری الله است. پدر میگه این کاری الله است، بلکه در این حکمت است. میگه حتی که میگه در دمگه عایشه صدیقه میزنن. عایشه میگه در دمگه میگه سال زد، میگه که پدرم که نیکی جنبی نه علاج نیفتن که رسول الله در بالا زانی من خواب بود. وقتی که میگه رسول الله بیدار شد، وقتی که میگه خیسته، میگه که یعنی مرجان میگه در زیر میگه خچیر بوده، زیر شتر خواه رفتگی در جای هوای مرجان بوده. همین عایشه صدیقه این انشاءالله سبب شده برای ما و شما چی شد؟ تیمم انشاءالله فرض شد برادر اهل اسلام. الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم تیمم کردن، انشاءالله صحابه تیمم کردن. این تیمم انشاءالله خدا خواهد چی شد؟ جاری شد بر ما و شما خدا خواهد انشاءالله. ببینین برای ضربه زدن بعضی ها گفتنش ممکن بسیار میفتن که فقط اینا همین روایتی مختصر میخونن دیگه میخونن، هر یکی این بدلیل است. امام بخاری در این باره ضربه زدن حدیث است انشاءالله. ببینید رسول الله گفتن که تیمم گفتن دو ضربه است، یک ضربه زدن برای مس کشیدن روی، یک ضربه زدن برای مس کشیدن دست تا آرنج. امام بخاری حدیث. الحمدلله عزیزان من، این همش به دلیل است انشاءالله خدا خواهد چی است؟ به حجت است انشاءالله خدا خواهد.
یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد چی است و کل طاهر من الجنس الارض میگه هر چیزی که پاک از یعنی جنسی زمین باشه خاک میشدگی چیزان ده اینه میشه ولو بلا نقین میگه اگر چنده که چنگ نداشته باشم یعنی دیوار نمیشه سنگ نمیشه بینید سنگ کو جنسی زمینه به خاک میشه همین دیوار نم ولو بلا نقین بگیش اگر یعنی چنگ نداشته باشم بینید بالا سنگ نم زده همین تأمین کی نمیشه دیوار نم زده کی نمیشه یا که یک ماشین میگذره و چنگ میشه همون چنگ نم تأمین کرده نماز خونده میشه الحمدلله بینید برای چی؟ بینیت ادای الصلاه برای نماز برپا کردن برادر حدیث این تأمین برای چی در کار است؟ اساس برای عبادت برای عبادت انشاءالله خدا خواهد ادا کردن اینجور حدیث است انشاءالله خدا خواهد ابو ذر این حدیث روایت کردگی هستن اگر گفتم برای شما انشاءالله خدا خواهد اگرچه 10 سال گفت شما ادامه کند همین کارهای شما 10 سال اگر ادامه کنم تیمم درست است 10 سال که شما بیمار شدین خود تو بیمار شدین انشاءالله طبیب گفت که آب عموما نمیزنی دسته آب نمیکنی انشاءالله شما چیکار میکنی خدا خواهد انشاءالله هر نماز نم تیمم میکنی انشاءالله خدا خواهد یا که بعضا تو جاگه خوابی میکنی این یگون من ندارد بعد شیده خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنی تیمم میکنی برای غسل یا که زنی شما شد خدا خواهد انشاءالله زناتون فهمونین یا که بسیارتون بیمار هستین انشاءالله خدا خواهد امروز من اکثر بیماری خدا خواهد دغلش نگوی گیمارای میگن تو نمی اکثر جوانای ما شما از کار زوریش بسیار گیمارایش نگن تو نمی همین تاش افتندم چیه 5 تا حکمه فرض واجب سنت مستحب مباح بدعت بسیار همین سوال من نمیتیم بسیار جامعه همین سوال آینده در یک کدام مرکز شینیم یک همین سوال میشه که دوملا جان من همین بیماری یعنی بادی حاصل میگن نتاجی کشه من همین گیمرای هستم دوملا جان رسولمون زیاد چی دست داده چیکار کنم حکم شرعی بدونین چی است حکم شرعی خودش با خلوخ بنامی کاغذ بی نحوی الحجری میگه سنگ خلوخ از دانی من بومگه که استفاده میکنه همین که خودش کفایه میکنه و غسله ادب میگه امام اعظم رحمت الله علیه شفتنش آدابه اگر شما همون کسلی شدین می تا نقشیدن تونه همون خلوخ بومگه استفاده بر تمام خود تو دیده و دونسته خداتونه شما در علام نپرتید دیده و دونسته خداتونه شما ظلم نکنید اینجا حدیث هست یکتم برای شما حدیث میارم ابن عمر ابن عاص این حدیث روایت کرده اختلاف کردن میگه یعنی یک در راه میگن رفته سودا دادن میگه بسیار میگه هوا میگه خنک بود میگه که بسیار انسان وای کند به هلاکت میرسد انشاءالله بعد میگه من چیکار کردم میگه یعنی تعمیم کردم و انشاءالله نماز به صحابه ها بامداد نماز خونده ما نمازه ببینید بامداد نماز خونده میگه همین میگه این خبر میگه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید میگه وقتی که به رسول الله رسید میگه رسول الله میگه گفت که چیکار کردی گفت یعنی تو چیکار کردی گفت همین خیشی داخلی هوا خنک بود تعمیم کردم با امامتی کردم میگه کدیم دلیل گفت که خدای تعالی من در قرآن عظیم و شان گفت دلیل آوردگی که خب ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما همین آیت من دلیل کردم میگه یعنی چیکار کردم تعمیم کردم خدا نفسای خداتون به هلاکت نرسونه چون که الله سبحانه و تعالی مهربان است میگه رسول الله تبسم کرد خندید میگه که خوب کردی بچه‌م گفت میگه ببین این عمل ها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت چی صحابه ها کرد نشان دادگی چیزه این خدا خواهد انشاءالله حالا اینکه من گفته که مثلا فرضش همون مقعد شما اگر نجاست از یک تنگه بیستینه زیاد شود شفتنش فرض می شود یک تنگه بیستینه باشه واجب می شود اما کمتر باشه سنت می شود
ای پیش مبادا پیشاو کنی اگر شفتنش آداب که ثواب گپه شویش اگر باد میبره خواه رفته میخستی خون میآید مقصد همون توالت که ندور مدی شفتن زیر ناف بدعت میشوه بدعت گفتگی چیز در شریعت یا کاری پیدا کرده ما شما خود به خدا اون فتوا بداد نه من دلم طاقت نمیکنه گپ در دل نیست گپ در عمله این دل کافر نکی دل جزیر هم نکن بعض سوال میتیا با خودش جواب میتیا این میگه دولا دلم طاقت دل خانه گور درود شفتنگی من دا چی مری تسته میمیری خدا خواهد انشاءالله و مسئله میگوی سوال میتیا با در جوابش ندوالیم بوشومشی او بوشوش چیکار کنم قبول که نکردی خدا خواهد انشاءالله و نه خدا بتسه کو نفسهای خود نه خدا تو به حلاکت نرسونه خدا تو نکشه برایش همین ناس حروم شید برایش همین دلیله همین ناس و همین سیگارت و پیوه و نشه و گرینده همین دلیله که شما دیده دونسته خطنه سلامتیت نه زره خطنه نکش همین دلیل میشانم چیزاندم شیخ حضرت عثمان خان علیم پیشینه خدا خواهد یعنی مفتی جمهوری ازبکستان بود الحمدلله همین برادر در سوالش همین آیت هم میارن در سوال جوابی که دادن که تماکو و ناس و نشه و گیرین و این چی معنی دارد همین هم میارن خدا گفته که شما خداتون به خداتون حلاکت نرسونه البته الله مهربان است جا ضرورت میشه که خدا خواهد انشاءالله او بازی نکردن طوری میآید جاش میشه که تاره نکردن طوری میاد عزیزی من عمل که انشاءالله خدا خواهد این سبسته نیستیم اگر بشرتی اگر کنی و خدا خواهد انشاءالله به حلاکت رسی خدا با جزات بتیه علمو چی در کار کتاب چی در کار ناشم ساعت که وقت مناشید سیاه بعد همین انشاءالله برادر اهل اسلام وقتی که ما به شما میرسانیم انشاءالله خدا خواهد این همش دلیلای قطعی است این دلیلی بافته نیست خدا خواهد انشاءالله ما از الله میترسیم انشاءالله خدا خواهد برای همین مسئله که اومد اجرا که خدا خواهد خود در نجاته انشاءالله خطه از این و یا دورگی خدا خواهد انشاءالله بالا ذکر کردی همو حکمان ده همه چکا کنیم عمل کنیم خدا خواهد انشاءالله همه خدا انا وقتی که تزک شدی مرمت با آبونه گشتن میگیری تزک شدی خدا خواهد تمیم ترک میکنی با آبونه گشتن میگیری با حیات دوام دادن میگیری یکی ضرورت پیدا کشید البته انشاءالله خدا خواهد یعنی چیکار کنیم همین مسئله ها هممون عمل کنیم خدا خواهد ما همین داملا هستیم من خودم گاه ضرورت میآید بعضی وقت در همین وکال میگیرم وقتی نماز میبینم ضیق میشود وکال رفتن میگیرد الله اکبر تعمیم میکنم میخونم آخی ضرورت میشود شریعت نه قاعده است در ضرورت روا باشد به ضرورت خطا باشد ضرورت کشید خدا خواهد انشاءالله همین عمل کن با که ضرورت شد من مثال گیم که در دشت اومده ساده من دشت قزاقستان 5 روز و 4 روز راستوری می اکاز ماشین شد و هم مثال دیده اومده پیش پای پیاده بود یک جا اومده که بسیار گشنه هستی بسیار گشنه هستی گوشت خوک خیلی خلاص دیگر هیچی نیست که بخوری همون گوشت خوک میدانی برای خدا خواهد به منزلت رسیدن مباح حلال میشه یک شکم سیری میخری اگر نخری پیش الله نعاسی میشه نه بینید الحمدلله دست نمی یکی گوشت خوب بالکل خودش حرامه و اون استفاده بوده نمیشه یا مال حرام برده من در باره صحبت کردگیم از جمعه انشاءالله خدا خواهد لیکن چی شید ضرورت شید علاج نیست تا منزل تا میمری گیش نگیره همون چیز برای ما چما میشد مباح حلال میشه خدا خواهد انشاءالله همین میخری یک شکم سری به منزل تا میرسی استغفار میگوی الله سبحانه و تعالی چی است مهربان است خدا خواهد میگه دیده و دونستنه دیده و دونسته و اخری و حرام است خدا خواهد چیزی که خدای تعالی حرام کرده نمیدونم یک ضرورت پیدا شد ببینید عزیزان من اسلام عادی ترین چیز است فقط ما شما نمیفهمه گویا که یک اسلام بمب میفهمه نه از روی اگر انشاءالله قرآن و حدیث و اجماع امت اگر زندگی کنی هرگز بیمار نمیشه
من نماز نم ضرورت اومد راست استاده میخونی. وقتی که ضرورت سرت گیر گشت خود اپرات میشینی. 6 تا دوامش میتی نماز تا ببین. 6 تا هم نتونستی انشاءالله خدا خیر تکیه زده میخونی، پشکات دراز میکنی. وقتی که رکوع سجود نرفتن نمیتونی پشکات دراز که به ملال انشاءالله بخون. همین دم قادر نشدیمی راست خامره پشتکی و چیکار میکنی؟ الله اکبر دستم خیلی میمونی کمک رکوع تا سر تا پستر وش پستر. برای نماز ترک کردن عذر نیست برادر. نه چیکار که تاره او نبود تعمیم شد می وقتی کسل شدی می خدا خواهد با استادن نتونستین کی نماز گردنی مردکا ساقط نشه همون وقتی که جونت بروید. اینجا نه جونت اومد دیگه که هیچی سرتم جون مونده که نتونستی ای گردنت بعد نماز ساقط نشه. تا انمین حالت ما و شما خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنیم نماز میخونیم. بعضی او کار گفته هستن نماز نخونده سوده من سپیت مالیدن من او کار گفته هستم نه و سپیت چی نیست و هیچی نمیکنم برای تبابته یا او کار تو خدا خواهدش نمیکنه. خیلی خم برایت دولت میکنی با خم نتونی تعمیم میکنی نماز نکنی که نماز ترک نکنی بعد بسن داست کارا و افشه نماز نمیخونده. و بیمه بزرم کرد شیمم و ای مرده که موجی که مسلمان بی نماز شید نمیگرده. یک جان یک موسفید گفتن که نماز نمیخونی گفت حضرت گفت شیمم بی نمازه. یه توبه کم ای تو مسلمان شیمت بی نماز میگردی چیز بی نماز میگردی. باید شما بیاوه باشه همیشه حالت خدا خواهد حتی با لباسی و هم نماز خونده میشه برادر. اگر کل لباس نجاست باشه لیچه خوندنش درسته میگه از لیچه که میگه یعنی با همون لباس انشاءالله نجاست خوندنش افضله. این در باره خدا خواهد هفته دیگر اینن آدمای معذور عذردارو کی میشه کی این عذر کی نماز نخوندن شکار کی ترک کردن کی حالت میشه عذردار کی میشه چخیله انشاءالله مسئله ها خدا خواهد اگر نموریم زنده باشیم انشاءالله خدا خواهد بس همیشه ما عزیزان میرسانیم انشاءالله خدا خواهد. من اینو برای شما شیره این مسئله این کتاب یک خدا خواهد یک فصل که من مدت ماها گپ زدم کمه انشاءالله خدا خواهد که من شیره همین برای شما رسوندم که تا اینکه خدا خواهد شما همین یعنی مسئله نه عمل کنیم خدا خواهد انشاءالله عمل کرده ثواب گیریم خدا خواهد انشاءالله کار کنیم خدا خواهد. پرسین کدام وقت نمره من نیست ما صدای قرآن داریم انشاءالله خدا خواهد کانال بتونین در وی سوالات نپرتین انشاءالله ما سوالات پورا کاملا جواب دادن حرکت میکنیم. این موضوع در هوای اومد یعنی در باب تعمیم کردن تعمیم حضرت که باشن در یعنی در تلفن ضبط شود ما توی که بشنیم اینا قصه مضمونوشه برای خدا خواهد انشاءالله سوالون ده برای خدا خواهد جوابان این مسئله را برداشتیم انشاءالله خدا خواهد. برای همین امید میکنیم که همه ما خدا خواهد الله توفیق دیا حالی هممونم انشاءالله تنیسیت دیا خاطر جمع دیا لیکن به هر باحت باید تیار باشیم که روزی میشد که همین مسئله بالای ما شما بیاید با جان و دل قبولش کنیم و با جان و دل عمل کنیم انشاءالله خدا. سوال دادن گیره بیرون از این هر شب ما بدی گفتن نیم ساعت 1 ساعت موعظه داریم بیا اشتراک اما این نماز گفتن نگریز بیا 1 ساعت بحث میشه 1 ساعت موعظه میشه بیا سوالات تا بابت خدا خواهد انشاءالله قدر امکان جواب دادن نتونیم خدا خواهد با استادا داریم علما هستن انشاءالله خدا خواهد مراجعت میکنیم با استادا علما خدا خواهد تا اینکه شما را قانع گردونیم این سوالات خدا خواهد به دلیل الحمدلله خدا خواهد همه چیز نه خدا خواهد آیت حدیث همه چیز نه خدا خواهد اجماع امت انشاءالله یعنی بعضی مذهبا را خدا خواهد انشاءالله فتوا هاشه عزیزان من انشاءالله برای همین همه ما عمل کنیم در اینجا خالی همش درمادن گیره خدا خواهد جمع و میشیم بریم دمجا صحبت انشاءالله خدا خواهد با پایان میرسونیم عزیزانی من انشاءالله الله سبحانه و تعالی خدا خواهد فرصت یاد و یک روزای خوب یا یک خدا خواهد جمعه آینده انشاءالله خدا خواهد یا که در یگان محفل ها و شما عزیزان خداوند هم صحبت مناسب بگردوند همه انشاءالله خدا خواهد توفیق عمل کردن الله سبحانه و تعالی اله نصیبه بگردوند برادران همه خدا خواهد مسئله که میشنویم عمل کردن انشاءالله چون که انسان میگه علم میگیره به خاطر عمل کردن. علم انشاءالله زکات داشته است برادران علم زکات دارد چون که مال و پول و چیز هم زکات داره علم هم زکات داشته است. در کتاب خوندم زکات علم عمل کردن است عمل نکنی پگه پیش خدا جواب میداده علمی که گرفتی
انشاءالله خدا خواهد. یعنی علم عمل که نکردی گویا که زکات علم ادا نکردی دیگه، گناهگار میشه پیش الله. چی کشی نیده عمل کردن حرکت کنی خدا خواهد انشاءالله. همه امروز عالم هسته.